مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 4 دکامبر و صبح 5 دکامبر در دو صدمه در نویه باباجان غفورов و در کنار شهر وحدت یک زن 28 ساله پیادهگر و یک مسافر 69 ساله به هلاکت رسیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی 4 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 17:20 راننده ماشین تمغه مرسدس رحمتوف الیاس جان سال تولدش 1986 ساکن نویه جبو رسولوف هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند 8 در حدود جماعت خولماتوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگر سماتو و عزیزه سال تولدش 1994 ساکن نویه باباجان غفورov را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگر سماتو و جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین صبح 5 دکامبر سال 2022 تخمینا ساعت 08:30 راننده ماشین تمغه لکسوس زیبودینوف محمد رسول سال تولدش 1982 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه کلوب خوروغ در حدود شهر وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده آن را در کنار چپ راه در دریای ایلاق چپه نموده است. در نتیجه مسافر این ماشین زیبودینوف تویر سال تولدش 1953 ساکن شهر وحدت و پدر راننده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.